بر اساس گزارش فوربس پردرآمدترین بازیگر هالیوود تو سال 2019 یکی از معروفترین کشتیگیران جهانه. مردی با عضله‌های فولادی و کاریزمای باور نکردنی که الان در قله المپوس هالیووده. اما همه نمیدونن دوایت راک جانسون برای رسیدن به اونجا چه دهنی ازش صاف شد. چی شد که این کشتیگیر معروف وارد دنیای جرم و جنایت شد؟ چرا پلیس گرفته شد؟ چرا با وین دیزل سر صحنه فیلم برداری دعواشون شد؟ سوالاتی که قراره همه‌شو توی این ویدیو کانال داستانای زندگی نامه جواب بدیم. پس بدون معطلی بزن بریم. Wait, so this people really Google this? به نظر میرسه که راک قرار بود یک کشتیگیر بشه، چون تقریبا همه اعضای خانواده‌اش درگیر این ورزشن. پدرش سالمن راکی جانسون کشتیگیر معروفی بود. پدر بزرگش و عموهاش و پسرعموهاش هم همه کشتیگیر بودن. علاوه بر این مادرش همیشه پدرش رو توی این زمینه تشویق میکرده و حتی مادر بزرگش هم به عنوان رئیس لیگ کشتی زنان در پالانیجا کار میکرده. دوین داگلاس جانسون ملقب به راک 2 می 1972 که به تاریخ خودمون میشه 12 اردیبهشت 1351 توی کالیفرنیا به دنیا اومده. اما به خاطر شغل پدرش تا میومده عرقشون خوش بشه زرتی باید دوباره جابجا میشدن. توی کودکیش راک مدتی توی اوکلند با خانواده مامانش زندگی میکرد و همونجا هم به مدرسه رفت. و بعدش که مشقاشو خوب نوشت و باباش بهش هدیه داد، یه توپ قلقلی داد، به هونولولو نقل مکان کرد. It's called soul gazing. Stare into my soul, and I'll stare into yours. Come in. You are not my wife. Don't. Hey. Oh, that's it. ورزش همیشه تو خانواده‌شون بوده. از دوران کودکی باباش همیشه راک رو به مسابقات باشگاه مختلف می‌برده و بهش نظم و انضباط و سخت تلاش کردن رو یاد میداده. راک از بچگی تا الانی که این بچه قولی شده این عادت رو که هر روز ساعت 4 صبح از خواب بیدار بشه رو داره. یه بارم که فاز هرکول برداشته بود و میاد با هالتر وزنه بزنه، ولی چون وزنه‌های دو طرف یکسان نبوده وزنه میفته روش و ریقش رو در میاره، ولی خب چیزیش نمیشه چون سگ جونه. تو فیلماش دیدین که خلاصه از همون لحظه زیر نظر باباش شروع به تمرین میکنه. راک درباره طرز تربیت خانواده‌اش اینجوری میگه که مامان بابای من واقعا دوست داشتنی هست و بزرگترین ظلمی که در حق من شده اینه که بابام به زور کرم بوکری کرده تو حلقم. ناداز نشی یه وقت به تو ظلم مگه میشه کرد با اون هیکله. متاسفانه بابای راک نمیتونست خرج و مخارجش رو در بیاره و چون دنبال پول در آوردن بود راک هر روز باباش رو کمتر میدید. در نهایت پدر مادرش تو 14 سالگیش از هم طلاق گرفتن، ولی این آخرین ضربه روحیش نبود، چون با مامانش توی یه خونه اجاره‌ای بودن که هزینه‌اش خیلی براشون زیاد بوده. یه روز که خونه میاد اختار تخلیه رو روی در میبینه. میتونستن بی خیال خونه بشن و تو ماشین بخوابن، اما اونم یه هفته قبل از خونهشون به دلیل فرار مالیاتی توقیف شده بود. خلاصه فک و فامیل مامانش پول اجاره خونهشون رو جور کردن، ولی راک میدونست که این پولا خیلی مقطعیه. همه این داستانا رو رفتارش اثر گذاشت و همیشه هم عصبی بود، جوری که همکلاسیاشو مثل سگ میزد. حتی بعضی وقتا هم با پلیس درگیر میشده و دعوا با مامانش هم که کلا عادی شده بود. تو این دوران فرق بود که به شدت رویای روزی رو داشت به قدری پولدار بشه که مجبور نباشه هر سنت پولو برای مخارجش حساب کنه، ولی این رویا اون رو به مسیر اشتباهی برد. با اون هیکلی که داشت به چیزی جز دنیای جرم و جنایت نمیتونست فکر کنه و تو حالی که مامانش چی بوده، راک تو یکی از بادهای وایکیکی از فروشگاه لباس جواهرات مارکدار سرقت میکرده که البته خوشبختانه فهمید چنین مسیری بعید به ورزش حرفه‌ای برسونش، ولی به زندان رسوندنش خیلی آسونه. شاید سالهای زیادی رو تو زندان میپوسید اگه مردی رو که به صراط راست هدایتش کرد نمیدید. به لطف یکی از معلماش به خاطر قد و هیکلی که داشت وارد فوتبال آمریکایی میشه و همزمان تو تیم 2 میدانی و کشتی مدرسه شرکت میکنه که این کار باعث میشه هم توی بازیاش عملکرد عالی داشته باشه و هم توی تحصیلش. خلاصه که بعد این داستانا دانشگاه میامی یه بورسیه کامل تحصیلی بهش میده که هم اونجا درس بخونه هم برای تیم فوتبالشون بازی کنه.
راک فهمید فوتبال راهی نیست که اونو به آرزوهاش برسونه. به همین دلیل از باباش خواست که تو کشتی مربیش بشه که باعث شد تو کشتی که تکنیکاشو عوض کنه و حسابی بدرخشه و تونست همه رو عاشق خودش کنه و تو 17 مسابقه مختلف WWE قهرمان بشه. نمیخوام وارد جزئیات دوران کشیکجش بشن چون شاید حوصلتون رو سر ببره، اما میخوام درباره سخت‌ترین لحظه‌ای که توی رینگ تجربه کرده بگم. لحظه‌ای که خود راک به عنوان سخت‌ترین روز زندگیش یاد میکنه. یکی از تلخ‌ترین حادثه‌های تاریخ کشیکجه. زمانی که کشیگیر معروف اوین هارت درست قبل از شروع مسابقه مرد. اون قرار بود که با کاپ بیاد وسط رینگ مسابقه، اما از ارتفاع 24 متری از سمت قفسه سینه‌اش روی طناب‌های بغل رینگ میفته و غیر ممکن بود که کسی بتونه نجاتش بده. همه چیز خیلی شدیدتر میشد زمانی که همچنان برگزاری مسابقهشون پابرجا بود و کشتیگیر بعدی که قرار بود بیاد توی رینگ دوست خانوادگی اوین یعنی راک بود. راک توی پشت صحنه میگفت من میخواستم سریع خودم رو اونجا برسونم، ولی متوجه شد که اگه بره اونجا تماشاگران از نمایشی بودن کل مسابقه پی میبرن. به خاطر همین مجبور بود توی مسابقه شرکت کنه که همیشه این لحظه رو به عنوان سخت‌ترین مبارزش توی رینگ کشتی به یاد داره. در کل راک موفقیت‌های زیادی رو توی کشتی به دست آورد که بالاخره احساس خوشبختی میکرد چون تونسته بود برای مامانش یه خونه مجلل بخره و با پولی که داشت به باباش کمک کنه. و بعد همه اینا رویای بچگی خودش رو که خریدن یه ساعت رولکس گرون قیمت بود رو عملی کنه. توی این لحظه بود که فهمید توی کشتی به هر چیزی که رویاشو داشته رسیده، ولی نمیخواست توی این جایگاه بمونه چون یه رویای قدیمی دیگه داشت. توی بچگی عاشق فیلم‌های راکی شده بود و سیلوستر استالون رو الگوی خودش کرده بود و می‌خواست مثل خیلی از ورزشکارا وارد عرصه بازیگری بشه. من شادترین نوجوان نبودم، من خانواده‌مو خیلی تو دردسر انداختم، اما بدنسازی توی این مسیر خیلی بهم کمک کرد و بهم مسیر درستی داد و بهم یاد داد که هدف‌گذاری کنم، به نتیجه برسم و در نهایت به خودم احترام بذارم. آرنولد و سیلوستر برای من به نوعی الگو تبدیل شدن و از اونجا رویای بازیگری من شروع شد. خیلی خوب، حالا که راک داستان ما میره که قله‌های هالیوود رو فتح کنه، من از شما میخوام که بگین کدوم فیلمشو بیشتر دوست دارین و اینکه دلیلتون برای دوست داشتن اون فیلمش چیه. راک اولین بار توی تلویزیون فیلم دت 70 شو رو توی سال 1999 بازی کرد. یه سال بعد توی بخشی از سریال استار ترک به نام وویجر نقش یک قهرمان رو بازی میکنه و تو سال 2000 کتابی ازش منتشر میشه به نام راک صحبت میکنه که نقش مهمی در پیشرفت بازیگریش داشت چون پرفروشترین کتاب توی فهرست نیویورک تایمز شد. با این کار علاقه کارگردانان هالیوودی رو به سمت خودش کشوند و در همون سال نقش تو فیلم مومیایی برمیگردد بهش پیشنهاد شد. اینقدر همه با بازیش حال میکردن که استودیو تصمیم گرفت پیش درآمدی برای فیلم پادشاه اقربا بسازه و نقش اصلی رو به راک بده. پولی که برای این کار گرفت 5.5 میلیون دلار بود. پرهایم جالبه بدونید پولی که سر این فیلم گرفته به عنوان بالاترین پرداختی برای نقش اول وارد کتاب‌های گینس شده و سر همین موضوع را کلا برای هر فیلم اکشنی که میخواد بازی کنه سیبیلای نداشتش حسابی باید چرب بشه. راک توی نقشای کمدی هم حرفی برای گفتن داره. مثلا تو فیلم The Game Plan تو سال 2007 نقش فوتبالیست حرفه‌ای رو بازی میکنه که یه روز میفهمه یه دختری داره که خودش ازش خبر نداره. جالب اینجا سر صحنه فیلم برای توی تمرین فوتبال یه تاندون آشیل آسیب جدی میبینه، اما برای کارش نامزد بهترین بازیگر فیلم در جوایز انتخاب بچه‌ها شد. سر صحنه فیلمبرداری این فیلم جانسون با خانمی به نام لورن هاشیان که دختر موسیقیدان و درامر گروه بوستون بود آشنا میشه و تو سال 2019 تو هاوایی با هم ازدواج میکنن. از چیز جالبی که وجود داره اینه که قبل از ازدواجشون اونا صاحب 2 دختر بودن که یکیش تو سال 2015 به نام جزمین و اون یکی تو سال 2018 به نام تیانا به دنیا اومده بودن. راک و خانواده‌اش در حال حاضر توی فلوریدا زندگی میکنن. توی سال 2011 عصر جدیدی برای این بچه قول ما توی عرصه بازیگری شروع شد چون که توی مجموعه فیلم‌های سری و خشن شرکت کرد. حضورش توی این فیلم برای اولین بار توی قسمت 5 این مجموعه در کنار وین دیزل و پول واکر بود که نقش مأمور لوک هابز رو بازی میکرد.
the cavalry? Woman, I am the cavalry. یه نکته جالب اینه که نویسنده این فیلم از قصد جوری فیلمنامه فیلم رو تغییر داد که هابز و وین دیزل به جون هم بیفتن تا بیننده بیشتر به وجه بیان. البته که موفقم بود، چون خودم به شخص آدرنالین از چشام داشت میزد بیرون. سال 2016 سال خیلی پرباری بود براش، چرا که تو نقش بابسون تو فیلم کمدی جاسوس مرکزی و صدا پیشگی کاراکتر موئی رو توی انیمیشن موانا رو انجام داد. جالبه که کارگردانان این انیمیشن فقط میخواستن که راک صدا پیشگی این کار رو بکنه و شخصیت و قیافه کاراکتر و حتی حرکاتاشو شبیه خودش کرده بوده. و تو همون سال دوین جانسن به عنوان پردرآمدترین بازیگر جهان تو قسمت‌های بعدی فیلم جومانجی، سریع و خشن و بیواچ بازی کرد. اما سر فیلمبرداری تو فیلم سریع و خشن یه درگیری خاصی با وین دیزل پیدا کرد. همه چیز از یک تراک با متنی ارسال کرده بود شروع شد که نوشته بود برخی بازیگران خودشون رو به عنوان بازیگر خفن و حرفه‌ای می‌بینن در صورتی که بعضی‌ها نمی‌بینن، که برای همه واضح بود درباره بازیگر اصلی و یکی از تهیه کننده‌های فرانچایز وین دیزله که راه‌حل‌های خلاقانه‌اش همیشه توسط همکارش تایید نمی‌شد. آره خلاصه دیده بزنش رو سر فیلم حال داده، با خودش گفته دیگه بیارمش توی دنیای واقعی. دیگه کار به جایی کشید که کارگردان مجبور شده بود جوری فیلم برداری انجام بده که این دوتا همدیگر رو اصلا نبینن. دیزل بعدا گفت شایعات دعواشون یکم اغراق‌آمیز بوده و فقط مسئله اینه که دوتا آلفا نمیتونن کنار هم توی این فیلم باشن. به گفته بازیگران این فیلم درگیری حل شده، ولی خب ما دیگه راک رو توی قسمت 9 ندیدیم. راک با بازیگرای زیادی همکاری داشته. یکی از اونها دختری پرقدرت توی عرصه سینما که با وجود کم تجربه بودن توی این عرصه هواداران زیادی پیدا کرده و همچنین جوایز زیادی رو برنده شده. گل گادوت مدل دختر شایسته استایلی یکی از ستاره‌های هالیووده که راک تو فیلم رد نوتیس باهاش همبازی شده که پیشنهاد میکنم حتما مسیر جذاب زندگی این بازیگر ثروتمند هالیوود رو از دست ندین. لینک از زندگی نامه‌شو انتهای ویدیو براتون گذاشتم، حتما ببینید و نظرتون رو با هم به اشتراک بذارین. اگر بیوگرافی دوین جانسن رو دوست داشتین حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین و حتما نظراتتون رو در رابطه با این بازیگر با هم به اشتراک بذارین.